عباس بله بابا. برش که بدی که بیونی تالارش گرفتیم تالار والا بدی کن ها میگم تو همینجی بشی که ما برم سر جاده همین خیتی کلون یک آمار بگیرم که سعی کن کی تکه میاره. خب بابا بریم. بفهمیدی؟ بابا مثل تالارش اگه گردن بند باشه میت تالار گپ دادم که بوی نبرد بیونه پیشی بستون بوی نبرد. خب گفتم دیگه من ها بابا بریم. لا 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 سلام علیکم مندان نباشیم. اشتری بیان شما جانم بابا جان تیار هستیم خیریته. شکر زنده باشیم. درخت داریم برو. میگم بله. خلیفه شما کجایه؟ خلیفه فلان برفتم به عروسی رفتم من و ماما جان. خب واسه یک بچگاه که دارم گفتم بیارم اینجا خیتی شامل کنم. بچه شما؟ بله من که برای اختیار نون خورده خور ندارم بفهمیدین؟ انا یک دفعه که چه خلیفی ما بیایه چشم. خوب اگه میشینیم بشینیم اگه نمیشینیم هم بازم نشینیم انا خلیفه ما میایه مثلا. به نظر تو شاگرد به کار داره خلیفیت یا نه؟ شما نه شما که ماما جان خود بچه خور میارم. آها بچه خور میاریم ماما. والا ماما جان شاگرد که ما داریم یک دو نفر دیگه هم هستم بفهمیدین؟ خب انا خلیفی مایم به شرطی که شاگرد باشه که تربیه داشته باشه شاگرد با عقل کمال باشه مثل من بفهمیدین؟ شما چی رقمین؟ بچه شما عقل کمال داره مثل خود شما یا نداره؟ یعنی به نظر تو چی رقم آدمیو؟ شما کم بیشید. سلام علیکم. سلام علیکم. خلیفه جان مندل باشید. مندل باشید. خیال هستین؟ زنده باشید. خیر سلام ماما جان شما خوبه؟ خیر سلامته. زنده باشید. خلیفه جان بله. همین توپ تکر ما 5 برار هر کدوم 5 متر با ما امینار اندازهای نرمان میارم یعنی امینار با ما قرچی کنین تیار کنین که ما مجلس داریم به سبا شو به سبا شو مجلس داریم. نکنیم برای تو. بله. اندخل و دست چند برای ما میدیزیم ها دیگه برار قانونیه دیگه چیزی که قانون از طرف شهرولی دونیم سر بیشتر با ما یک بیارم باشه این گپانیه یکی هم برو شما اشتباه گفتیم برو. چرا برو؟ به خاطر از این که من شاگرد ارشدم پین از ارشد خلیفی ما به عروسی رفتم من پین از شاگرد ارشدم خلیفه میایم نونو بخورم میایم. خب صحیحه تا اون موقعی که خلیفه بیان بعد که من برو حتی او با من چی بگو خلیفه گفت دلجم باش که به تو اتدگی و سوزیان میارم. لالا شو خیره باشه گفت خوبه گفتیم نیه نه این تو گفت گفتی که با عمر فقط تو برای اینجا سوزی نخورده. زنده باشید سلامت باشید. خلاص بریم برای را خود بیاریم باشه. لالا بله به خلیفی خود سلام بگو رد سلام بگو برانه ما به قصدی پولی نشو امینار بودو زد سباشه دونیم ساعت چی که ما بیشتر هم حتی به تو میدم به سباشه و حل ده اصلا بفهمیدی؟ چشم الان من میرم تا 20 دقیقه دیگه برا خون میارم. چشم سیه میگو بله دیگه خلیفه شد ساعت چند بیجه میاد؟ 2 بیجه برا 2 بیجه؟ ها پس من میرم با 2 بیجه میام. سیه چشم بله بخیر بیاین. برم خداحافظ. بخیر بیاین. خوش آمدید ماما جون. بله عباس شکار به دست آمد بابا. نیه بابا. برو ببین خیتی. خب بگو برو گفتم توپ جنس عمر بده. تو جنس بده. اگه میشه از تو پرسون کرد. خب برو چاق ده بله دارم. باشه برو. این 5 دقیقه پیشتر توپ جنس رو بردش بیاورد. چشم بابا دل جمع باش. بچگان میتونه معلوم میشه میشه که ساده بیعقل بی کماله. خب علی تو بگو. دل جمع باش بابا. اگه دیگه با دوره از تو پرسون که بگو ما 5 براری. عروسی ما کنسل شده. عروسی بگم کنسل شده. توپ جنس بدیم ماما. توپ جنس بده. بابا دیگه به جمع میکردن و شوره میت گپ دون که بوی نبره. برو دیگه. بس کن بابا. الان من میجم استکم برو.
سلام علیکم. سلام علیکم. من نباشه. ماما. بله. امو توپ تکر بیارده برام امو توپ تکر بده مالشی کنسله. برای شما کی نه؟ یک بچه یک دبل چاقه کنی اول یک توپ تکی آورد کجا کردی؟ امینه. همینه. خداحافظ ماما عروسی کنسل. چرا برای گفتک برارا خود میارم ما 5 براری. کنسل شده عروسی کنسل شده. نه بابا. گفتک برو توپ تکر بست بیا. چی دیگه بله. دیگه برو معذرت دیگه. هر وقت با عروسی فال شد بیاری. خب خیاط شما نه؟ بله یا. بشکشین. خیلی نظر شد شاگرد منم برا. باشه خداحافظ ببخشید ماما. خداحافظ شما. ای بابا چانس بعد ما گفتم خلیفه نی هم واسه که چه زر رخت گرفتم 5 نفر آدم حالا با این پچگاه بیامده که نیه نشده کنسل شده اشته علیسی گنده هم بوده باشه تا وقتی تمیزگری کنم بکنه چرا دیکون یلا کردی؟ بله دیکون پکی یلا کردی؟ خودی از این ما با جنجال افتادیم نه نباشه برو خیلیات بخیر جان شما جوره میگون خلیفه جان شما نبودیم به دکون من یک توپ تکی برداشتم بیاوردم به دکون شما 5 نفر گفتم اینا رو به ما رخت دیار کنه خیر بینیم من حالا بیامدم سه کنید چی میگم به شما بابا توپ تکه برابرت کار خواهم باید داده شاگردش اشته برابرت کار خوب برفتون که برارا خور بیارم تا کار ما شهرستون آورده بودم برفتون که برارا خور بیاوردم برارا خور سعی میکنم که جا هست جگانیه میگم بگیر اندازه برارا میگه نه برار شما که بیا تکه توپ تکر ببرده نه برار من دیدم بخو که بیا توپ تکر ببره نه همین چی برارا من خودم 2 ساعت در معطل شما بده کن بس لا مثل اسیانانی میمیته چل دنگ زنگ هم میزنن خلیفه جان گوشی خود جواب نمیده توپ تکی نونده وقتشتون بیاردم همه شاگرد شما بچون به کی داده الان تا اون شماره ما زنگ زدیم شماره با که جواب همین 2 تا شماره و رو کارت شما بود بابا اون آدمی شیریک ما بود بدر شد برا شماره هم گم شد اون برابرت کار خوب گیل اگه چی گپه که من نمیفهمم من اگه امروز بدر شدم به عروسی رفتم بیامدم چی داستان با تیار کردی برای من خلیفه 25 متر تکه 4000 روپیه متر 160 روپیه است من پولای رد کنه که بیام 25 متر تکه یک توپ پوری بود این چی رقم بود تو قصه که چی رقم من نفهمیدم با گپ من 1 ساعتی که من بدر شدم تو دیکون چیکار کردی آخه برار خود بگردم خلیفه سعی کنیم شما 2 نفره میگی همین لالا همین یک بغل چیزی یک توپ تکه توپره هم یک توپی بیاوردم یک بار گفتم من میرم برارا خود بیارم ای برم 1 دقیقه 2 دقیقه چی نشد من که به چگاکی بیامدک گفته که برار میگفتم من عروسی ما پس افتاد کنیم برار جویی گپ ما فزرون مامار استفاده میگی بدم اینجا شیشته بود از پرسان کنه با خدا ما برارا خودی خوردم لالا نه برار ما بیام من نه چی غرض نمیاد شاگرد ما دروغ میگه 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 برار تو آماده برای توپ تکی شما وردیش بود اون مامار استفاده چه کاری تو بود از اون پرسان کنه ماما کی بود اگه میگه مرتکه بیامد گفت من بچه خود شاگرد میکنم برا خب برات شما برات کنم برات ما برا دیگه لالا ما توپ تکل بیارم برار جو ما پولا خور از شما یا پولا من اینجا بعد یا بیایم بریم بده کن مشکل مرا حل کنه لالا یک چکار که توپ تکر به کی داده که من بفهمم واقعا برا راضی میده مرتکه میگه اصلا من خبر ندارم تو دیگه برا راضی بوده اصلا لالا خلیفه من میزنیم نگو که چرا من میزنی واقعا من جواب از این مرتکه چی بودو لالا شما چرا می تو آدم نافهم چرا بده کن خوب برار جو آخه شاگرد من همین جگای بیا آوردن آدم غریبی که کاروبار یاد گیره بیاری بیام گفت همین جگا من پیش خوب بگیریم گفتم خوبه من یک امروز که من به همین عروسی رفتم حالی بیام تو داستانی به من تیار کردم الان کاروبار حال یاد گیری حالی من جواب از این مرتکه چی بودم به تو میگو بابا برا راضی بده بچه همین دیونی تو میتونی دان تو میزنه که دان تو فیس صاحب کلا من خود شاگرد خود گپ میزنم برار جو سه کنه ما بزیور نمیفهم خب خودی شما ای هم است ما هستیم شما هم هستیم میریم به تاقل ما 4 برار دارم خود ما 5 نفر
همین تموم همین قله ما جمع میکنه. اگر مردم گفتم همین از این بیشتر برار دارم یا اینا برارا اینه یا همون آدمه که همین توپ تکری به دست داده به تا همون قله ما شما دیدیم بیخی من تا اون 10 توپ تکر به شما میدم. حالا من چه کار کنم جواب از این مرتکر من چی بودم؟ 80 آدمی بود که ما 20 توپ تکر 20 بود. بچگاه که قد بلنده ایتا میگه دیون سادم وقتی که من بیایم توپ تکر بودم برم برات برارا خو با تو بو گفتم من که بدیم خیاطی خالی آقا بابا برات تو کدوم برات تو برات چاقلون ببر نه برات چاقلون ببر دکه بابا میدونی یا تو دکه قصدیه خالی بدم مشکل مرا کن لالا ما سلوش مجلس تا نرات کنم بریم که تو زندگی من خراب کردی بریم بعد کن برگرد چری برو که بریم بعد کن بریم برگ نداره شریفیه ندی میسته دیگه من میام نگادا خب بیرو کمر دیگه به سلت کن بابا امولی با من زنگ زد خلیفی زنده بگو تک برو برات تو میاد دیگه نیا اموخ زن که میسته دیگه حداقل من میام با دو خودی و گپ میزدم ما چی میفهم من بزنه به تا گوش من بزنه یک مشت بزنه به کل مزه گیلت میگه تو توپ تکر بدی به مردم دادی بابا یک به چگاکی بیامد چاق دبالی بیدک بفهمیدی؟ بیامد اگه تک برار ما 5 تا براریم اینا رو بگیره که ما برم برارا خور بیارم خوب انا به اندازه اینا رو بگیری که اینا ما سبا شو عروسی داریم خوب بری و برار جو میگفتی برو همو آدم که توپ تکر به دستم تسلیم داده همون بیار که من توپ تکر بودم تو اشتک توپ تکر میدی به دستم بچگاک دبالی بیاد تا کاخور بیاد اگه من جگه بگید گفت که اینا رو با ما رخ بودیدیم برای سبا شو عروسی داریم گفتم خوبه خوب خلیفی نیه خوب یک بار امیت که ما همون زردیر که من پیشتون آمدم همون زردیر تیشو براری بیامد گفت اگلال عروسی من هر تر شده تسکیری خوب یاوده که براری بوده آخه تو ساتور گپ داده برار جو توپ تکر بدی به دست مردم دادی چری تو عقل خوگی نک بکن نمیدادی تو صبر کن من خلیفی تو جلولا یک زنگ بزنم کچره کچری نداره همون من صبر میکرده براده من میامدون خودی و گپ کرد داغل میزدم بابا نمایم مرگ زنگ نزی گفتد با خدا پولام اضافی یا یک ریفه به تو نمیدم بیا ریفه پولام نمیدم بلی سلام علیکم خلیفه نیرولا خوبیم برارم خیری شکر زنده باشی میگم برارم چه میگی نکردم را بدر کردیم میقنشتی من میامدم خودی شما گپ میزدم بابا مرگ مفاجأ تو بخوری چوکو گیلا خلیفه بزرشه به سر شد جا خو برو گپ مفتادی مرگ مفاجأ گیلا تو به جای بودی 100 بری دوام کنی هم کار مرتکر درست و سیه انجام دی آسه کنی خلیفه بیقیه میگی لگ بد کرده اشتباه کرده تو مال کشتی بغدر بگا بابا بیا چاری توپ تکیش ما چند قیمتی نی بابا اینا چور ازو خوالی بگی چه کار کنی این دگه نمایی مور نمایم تو سکن بابا خیلی دگه خلیفه نیرولا شما برارم اشته سختیری نمایی با مرکی که نماییم کار پیدا نمیشه شهر ایران تا کار ورد نمیم بگم خرخور بخیر گیلا باشی خداحافظ بگو گیلا خرخورال میداره من لبلبو میفریشه بله خداحافظ خلیفه نیرولا برو انال تر و مدر من نخوی و تر و مدر خود خوب برو سر تر مدر خود نخنی تر مدر تو مدر مکو یکیه خب میفهمون یکیه بیا بالا شو باسکل من چری بودی باسکل تو بردشتن که ما بردم تیار کردن دیگه گناه کردیم تایر مثل خور گوری پاره شده نمای گیلن جو نمای پیاده بیا برای که بکن آنی گیرم بزد خراب برای که از عرب مدر میتوید دیگه بیا انالی برو خر بچه رو تو دگم چرا لبلبی میفریشون بالا خر خوب بده باسکل من بده تور به زمین میزنه خاک که برگ نداره یا داره بکن خب من بالا برد ببین نمیشی نداره برگ بابا گیلن تور میزنه به زمین دیونه